توانستیم مرمت کنیم در کشور. ما هنوز مردم افغانستان نیستیم. من هزاره‌ام، اون پشتو هست، او تاجیک هست، او ازبک هست، او کاره دیگر هست. ما در اینجا به نام مردم افغانستان یک چیز نداریم که دل ما به حال هم بسوزد. بعد که بیاییم در بین هزاره ها بسیار به گوشم میخورد من جاغوری هستم، من بهسودی هستم، من دایزنگی هستم. شما دیدید در بهسود 10 سال مردم در شعله آتش جنگ سوختند و خاکستر شدند. یک نفر در هزارجات آخ نگفت. وقت جاغوری در تیررس آتش و در برابر آتش اندازهای سنگین مخالفین قرار گرفت، یک دل به حال جاغوری نسوخت. یک دلی. ما چه میگوییم؟ کجاست هزاره؟ کجاست تاجیک؟ کجاست پشتو؟ کجاست ازبک؟ همه ما تکه تکه و پاره پاره‌ایم. همه ما تومه نفاقیم، همه ما سیدیم، همه ما مرغکان پرشکسته هستیم که در قفسهای بسیار مزخرف و پوسیده اسیریم به قدرت پرواز از همون قفسهای پوسیده حتی در ما وجود ندارد. ما هزاره نداریم، ما پشتو نداریم، ما تاجیک نداریم، ما ازبک نداریم. اگر 4 برادر اینجا می داشتیم، این 4 برادر اعضای یک فامیل بودن و این فامیل قطعا سر و سامان پیدا می کرد. ما نداریم این را. تاجیک تکه تکه هست، ازبک پاره پاره هست، پشتون تا تکه تکه شده هست، هزاره هم تکه تکه هست. بیایید به حال این تکه پارگی بسوزیم. من همیشه معتقدم کار رو از نقطه های اصلی و ممکن باید آغاز کرد. ما اگر یک هزاره قوی می داشتیم، دلیل اختلافات ما همین است، دلیل شقاق همین است، دلیل این که گاهی از جنجال های بین شخصیت های خود ناله سر میدیم. بیایید ناله نکنید، 1000 شوید. وقتی 1000 شدید، همه رهبرا دنبال شما خواهد آمد. و نريد ان نمن على الذين استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. بیایید شما مردم امام شوید. پیغمبر آمده تا مردم امام شود، امام آمده تا مردم امامت کند. ما تا زمانی که پیرو و مطیع و منقاری با چشم و گوش بسته باشیم، هر وضعی که سر ما آمد باید ناله نکنیم. ناله درد رو حل نمی کند، ناله مشکل رو حل نمی کند. بیاییم مسئله رو از اساس چاره جویی کنیم. شما کجا هزاره شدید که مشکل شما حل نشد؟ کجا هزاره شدید؟ به نام مجتهد یک تقسیم، به نام ملای متنفذ دیگه تقسیم، به نام خان دیگه تقسیم، به نام منطقه دیگه تقسیم، به نام رهبران دیگه تقسیم، به نام احزاب دیگه تقسیم، به نام این و آن تقسیم های مختلف. کجای او هزاره متحد؟ اگر من بد احساس می کنم، مرا روشن کنید، مرا روشن کنید. حرکت های مدنی بست اقرب و بست هفت ثور حرکت های بود که در دنیا متمدن ترین کشورهای جهان اولی کارو نمیتواند. جمعیت با اون سنگینی بیاید، یک قفلی نشکند، یک گیلاس در مسیر اینها خورد نشود. دنیا نمیتواند، آمریکا نمیتواند، انگلستان نمیتواند، اروپا نمیتواند، استرالیا نمیتواند. ولی شما کردید. چرا به نتیجه نمیرسید؟ برای او که مشکل اصلی رو حل نکردید. پشتو به همین مشکل دچار است. اگر پشتون می بود، تکه تکه نمی بود،
آیا دوست دارد اساکر مزدور خارجی بیای اطفال اینها رو در دامن مادرانشون قتل عام کند؟ پشتون این رو میخواهد؟ نمیتواند جلوش رو بگیرد، نمیتواند. من قاطعانه میگویم نمیتواند. هر قدر احساس غرور و قدرت کند نمیتواند، چون نمیتواند همه فاجعه ها درباره اونها اجرا میشه. هزاره در هزاره جا تارامه، در کابل آرامه، در مسیر مشکل داره. پشتون خانه به خانه مشکل دارد. از نمروز و هرات تا کنرها پشتونها در آتش بیچارگی و درماندگی میسوزد. امروز هیچ بزرگ پشتون هیچ مشکلی از پشتون حل کردن نتوانسته، مشکل برای اینها به وجود آورده. تاجیک هم همین مشکل رو دارد. از من نرنج برادران تاجیک و پشتو و ازبک من همه این مشکل رو دارد، برای آنکه ما رو چنان تکه تکه و پاره پاره کردن که هیچ گاهی به تصمیم مشترک نرسیم. من روی سخنم در مصلای شهید مزاری ایستادم، شعار دادم، مردم سالهای سال دنبال من آمد، من دنبال مردم میرم. بعد از این سریع قولم هم ایستادم، پس نگرفتم قولم را. اما سر حرفهای